مثلا این ماشینا که توش رو نگاه میکنیم غیر این قسمت ماشین که دوباره عوضش کردن آرم منصوری روشه و کربن هم داره، فارچ کربونه. تو ماشین اوریجینال رولز رویسه. حتی دیزاین کربن اینجاست. این دیزاین بلک پچ رولز رویسه. ما یه ساین اینفینیتی داریم تو ماشین، اگه عقبو نگاه کنیم این ساین اینفینیتی که تو ماشینای رولز رویس هستش ساین بلک پچ. اوکی. ماشینای بلک پچ رولز رویس اینجا این ساین اینفینیتی دوباره هستش تو ساعت ماشین. همشون از تو کاربن فایبر دارن، استاندارد از کارخونه. یعنی یه مدل رولز رویس این اینفینیتی. آره. تو هر چی دلت بخواد میتونی مثلا از منصوری بخوای تا موقعی که بودجت جواب بده، یعنی تا موقعی که کیف پول جواب بده و کوروش بگه من اوکی ام یه ماشین منصوری با این دیزاین باشه. یعنی خودش نباید تایید بکنن اول. مثلا هر ایده شاید خود کوروش خوشش نیاد یا شرکت منصوری بگن نه ما این کارو واسط نمی‌کنیم چون که خودمون دوست نداریم. هر دیزاینی دلت بخواد. خب از استیچینگ این شکلی، از استیچینگ های دایموند، از هر شکل استیچینگی که میتونی فکرشو بکنی. هر استیچینگ چیه؟ دوخت. آها اوکی. خب بچه‌ها اونایی که نمیدونن استیچینگ چیه دوخته. استیچینگ. همون دیگه بگو دیگه. بعد سقفش هم چیز داره، به نظرم ستاره داره. آره سقفش هم ستاره داره که اینجا روشن می‌کنیم و ببین چیه. خیلی خوشگله.